أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و مهربان و شنوندگان محترم و کسانی که کتاب العربیت بین یدیک را در نزدتان دارید، پس درس امروزه ما و شما درس چهارمی از آموزش زبان عربی می باشد و حالا ما و شما الوحدة الاولی قرار داریم، یعنی که بخش یکمی از کتاب العربیت بین یدیک هستیم و بخشی که ما و شما حالا 3 درس گرفتیم و امروز درس چهارم رو پیشنهاد میکنیم. نام این بخش التحیت و التعارف می باشد، یعنی که سلام کردن و شناسایی کردن می باشد. الدرس الرابع، درس چهارم. پس در این درس چهارم و همچنین چند درس های آینده از این کتاب العربیت بین یدیک برای ما و شما 3 درس گذشته را تدریب میکند، مشق میکند، تمرین میکند که ما و شما از 3 درس گذشته چی فایده گرفتیم و چقدر معلومات گرفتیم. پس میگه التدریب اولا، تدریب یکم. در اینجا تدریب یکم رو برای ما و شما پیشنهاد میکند. میگه استمع ثم ضع علامت صحیح فی المربع المناسب. میگه استمع یعنی که گوش کن، ثم پس ضع بگذار علامت نشانه صحیح را، یعنی که این علامتی که در بین 2 قوس میبینید این علامت صحیح بودن هست. فی المربع، فی در مربع چارکنجه که المناسبی مناسب باشد. مربع چارکنجه، یعنی که برای هر یک صورتی که در پایان هست شما اهمیت بدید. جایهای خالی دارد، یعنی چارکنجه جایهای میدهک دارد. همین چارکنجه جا را به زبان عربی المربع میگویند. این مربع در اینجا میگه علامت بگذاریم، علامتی که بین قوس که هست همین را باید بگذاری. و اصلا این کتاب درسی صوتی دارد، MP3 درس دارد. کسی که اگر که اون را داشته باشد میتواند گوش کند و علامت را در اینجا بگذارد. مثلا در اونجا میگه که مثلا هذا در همین صورت در کدامش هست، هذا همین صورت در کدامش هست، باید در این چارکنجه ها یک تاشته چیکار کنی؟ علامت صحیح بودن رو بگذاری. یا مثلا میگه مصر، در همین صورت در کجا مصر نوشتگی است، در همونجا علامتی چی را میگذاری. مثلا در اینجا مصر نوشتگی است، در اینجا علامت چه میگذاری. یا مثلا انت و انتی و خلاصه همین چیزها که هست در داخل همین صورت همین ها را میگذارید. اما کسانی که درس های MP3 این را نداشته باشد میتواند در این رقم 1 مثلا اینجا چی اشاره به چی کرده است، مثلا گفته که این پسر به سوی هو گفته اشاره دارد، پس در اینجا بنویسید که هو، پس در اینجا بنویسید که هیا، یعنی که هو با مرد، هیا به سوی زن. مثلا در اینجا مصر نویسید، شما در اینجا بگیرید بخونید این رو، در اینجا بنویسید که مصر، در اینجا بنویسید سوریه. خلاصه در زیر هر یک صورتی که هست، در اینجا 6 تا صورت هست، 12 صورت هست، در 6 جا هر یک خانه 2 صورتی دارد، 12 صورت. و در اینجا شما خودتون چیکار کنید؟ بنویسید، میشود یا خودتون به زبانتون بگویید. و میگذاریم بعد تدریب دوم. میگه که التدریب ثانی، یعنی که تدریب دوم، مشق دوم. مشق دوم این الف کردگی است، یعنی که مشق دوم یکم قسمش، مشق دوم قسمی یکمش. میگه که اشیر الى صورتی التي تسمع اسمها. اشیر یعنی که اشاره بکن، نشان بده. الى صورتی به صورتی که، صورت التي یعنی صورت کی، الا بسوی یا با، الصورت صورت، التي کی یعنی الا صورت التي به صورت کی، تسمع اسمها، تسمع یعنی که میشنوی تو، اسمها نام همان صورت را، میشنوی تو اسم نام ها اشاره به سوی همین صورت است، یعنی که صورت ضمیر برمیگرده به سوی صورت، همین صورت را، نام صورت را که میشنوی میگه تو خودت بگو. مثلا در اینجا صورت ها را ما شما میبینیم، مثلا 12 تا صورت هست در اینجا، در اینجا 12 صورت. پس مثلا اینجا صورت یکم نگاه کنید، در اینجا مثلا این کی بود؟ در درسای گذشته ما شما خواندیم که در زیر این صورت چی نوشتگی بود. مثلا نوشتگی بود که صدیقون، مثلا در این صورت ب نوشتگی بود که اخون، در صورت این دیگرش نوشتگی بود که هیا.
خلاصه هر یک اینجا نوشته ترکیه، اینجا نوشته پاکستان و خلاصه که هر یک صورت در هر نشانه و علامتی که میبینید شما خودتون اشاره بکنید. اصلا چطور گفتیم کسی که امپیتری دارد اشاره بکند، کسی که ندارد خودش بنویسد. در زیر این صورت ها بنویسید که این صورت ها علامت یا نشانه ای چی می باشد. پس این بود تدریبی دوم و میگذاریم بعد تدریبی دوم قسمی دومش. تدریبی دوم این ب یعنی که قسمی دومش. اینجا میگه قل اسم سورة التي يشير إليها المدرس. میگه که قل بگو تو طالب اسم یعنی که نامی سورة التي صورت را کی یشیر اشاره میکند الیها به سوی همان صورت المدرس درس گوینده. وقتی که استاد برای شما تعلیم میدهد مثلا میگه که این صورت چی هست، باید تو بگوی که صدیقون هست. مثلا اینجا چی نوشته است، این چی هست، بگوی ترکیه. مثلا اینجا چی هست، مثلا بگوی انت. و خلاصه که این چیزهایی که میبینی در این جهت که استاد اشاره که میکند شما خودتان بگویید یا که در زیرش که نوشتید کفایه میکند. پس در کلمه المدرسو یک چیزی هست برای شاید بسیار مردم ندونن و المدرسو بسیار کسانی که نو تعلیم زبان عربی را میگیرن شاید نفهمن. المدرسو اصلا ببینید حرکت در بالای ر هست و در پایان تشدید هست. فهمو؟ اگر که همین طور که باشد این را کسره خونده می شود، زیر خونده می شود. اصلا ببینید در پایان ر نیست، در بالای ر هست، لیکن از تشدیدی که هست در پایان تشدید است. وقتی در پایان تشدید که باشد علامت این است که اون کسره هست. اگر در بالای تشدید باشد پس اون معناش این است که اون فتحه است، یعنی که زبر هست. اینجا المدرسو نمیخونیم شه، المدرسو میخونیم شه، مدرسو برای اون کسره هست. و این بود قسم دومی از تمرین دوم. میگذاریم به ورق دیگر، به صحیفه نهم. کسی که کتاب رو دارد صحیفه نهم. صحیفه نهم در الوحدة الاولى یعنی که بخش یکم، التحیه و التعارف. تحیه یعنی که سلام کردن و تعارف شناسایی کردن. الدرس رابع درس چهارم. حالا ما شما در درس چهارم قرار داریم. پس اینجا نوشته است که مفردات اضافیه یعنی که کلمه های اضافی، کلمه های زیادی در اینجا برای ما شما پیشنهاد میکند که این کلمه را ما در درس های گذشته نخوانده ایم. العرض یعنی که پیشنهاد کردن و برای شما تقدیم کردن. میگه انظر و استمع و عید. این را بارها ترجمه کردیم. گوش کن و انظر نگاه کن و استمع و گوش کن و عید و تکرار کن. پس در اینجا نوشته است که ببینید یک قلم موندگی است و در اینجا یک نوشته است. در اینجا نوشته که واحدون. واحدون پس معناش یک. واحدون یک. اثنان دو. ثلاثه سه. اربع چهار. خمسه پنج. پس شما برادران این در اینجا قلم ها که عددش هست و شما این یک دو سه چهار پنج که هست این را نوشتنش هم یاد بگیرید. همچنین به عربی گفتنش هم که واحدون اثنان ثلاثه اربع خمسه این را هم گفتنش یاد بگیرید. یعنی که حالا ما و شما باید تا رقم 5 به زبان عربی حساب کرده بتوانیم. در اینجا فقط تا رقم 5 شد و کفایه میکند در این درس. و تدریبی یکم. التدریب یعنی که تدریب یا مشق یکم. صل بین العدد و صورت المناسبتی. صل میگه که بچسبان بین العدد، بین عدد و صورتی که مناسب هست. و صورتی یعنی که صورتی که مناسب است و موافق است. پس در اینجا یک کتاب است، همین یک در کجا هست پس همین را خط میکشی و میچسبانی. مثلا اینجا یک است، در اینجا یک کتاب است، میاری همین یک در یک میچسبانی. مثلا در اینجا دو است، در اینجا دو کتاب است، این را میاری در این دو میچسبانی. خلاصه همین خیل در اینجا 5 تا کتاب است و 5 در اینجا است، 5 میبری به این میرسانی. یعنی که کتابا را حساب میکنی چند تا است، در پایان رقمو نوشتگی است، به همون خط میکشی و میرسانی. این آسان است، یعنی که مشکل نیست. و التدریب باز میگذاریم به تدریبی دوم. تدریبی دوم رتب الاعداد یعنی که جابجا کن میگه و با ترتیب بگذار میگه عددها را، یعنی که رقم ها را. رتب یعنی که با ترتیبش کن. مثلا 1 2 3 4 5 که است انا میخوام با ترتیبش بکن میگه الاعداد. اعداد جمع عدد است، عدد یعنی که رقم ها، حساب ها را جابجا کن میگه. مثلا در اینجا یک نوشتگی هست، پس در اینجا باید 2 3 4 5 بنویسی. اما در بالا نگاه میکنیم اینجا 2 3 1
5 و 4 است. یعنی که عددها با ترتیب نیستن، عددها بدون ترتیب هستن. همین را میگه بگی با ترتیبش کن و آنقدر مشکل هم نیست این مشقش یا این تدریب. التدریب ثالث، تدریب سیوم. تدریب سیوم در چی میگوید؟ میگوید که اشر الى العدد الذي تسمعه. اشر یعنی که اشاره بکن، نشان بده، الى العدد الذي، به عددی که یعنی به رقمی که تسمعه میشنوی تو همون عدد را. تسمع میشنوی تو، هو اشاره به سوی عدد است، میشنوی تو همون عدد را. یعنی که هو، اینمی هو یکی است معناش عدد، یعنی که اشاره به سوی عدد است، میشنوی عدد را. همون عدد بگو. مثلا حالا من برای تو میگم که واحد کجا ده هست؟ در اینجا باید اشاره بکنی. مثلا ثلاثه، خمسه، اثنان، اربعه. پس اینها را شما چیکار کنید؟ بگویید که کدامش هست، اشاره بکنید کسی که کتاب در پیشش دارد. و میگذاریم به تدریب چهارم، التدریب الرابع، تدریب چهارم. قل العدد المشار الیه. قل العدد یعنی که بگو عدد را، المشار الیه که اشاره شده است به سوی همون عدد. مشاره یعنی که اشاره شده است، الیه به سوی همون عدد. اله به سوی، هی ضمیر است به سوی عدد، یعنی که به سوی همون عدد. پس میگه که قل العدد المشار الیه، بگو عدد را که اشاره شده است به سوی همون عدد. پس در اینجا ما شما ببینیم عددها را. ببین مثلا این عدد چند است، رقم چند است و اینش چند است و شما بگویید. هر یک تا این را شما وقتی که اشاره که میکنم شما بگویید مثلا چند است و این را وقتی که خوب حفظش که کرده پس گفته میتوانید یا شناخته میتوانید که رقمی چند میباشد. پس این بود درس چهارم. میگذاریم به ورق دیگری از این کتاب، به ورق دیگری یعنی که صفحه دهمی از کتاب العربیه بین یدیک. میگه که الوحده الاولى یعنی که وحده یکم، یعنی که بخش یکم، التحیه و التعارف، سلام کردن و شناسایی کردن، الدرس خامس، درس پنجم. حالا ما شما در درس چهارم قرار داریم، لیکن چند درس پیشنهاد میکنیم زیرا اینکه درس اونقدر مشکل نیست بلکه تکراری 3 درس گذشته است. التراکیب النحویه، ترکیب نحوی. در اینجا برای ما و شما تراکیبی یعنی که ترکیب های نحوی را برای ما و شما پیشنهاد میکنند. میگه که التدریب، تدریب یعنی که مشق یکم، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين. میگه تبادل السؤال یعنی که رد و بدل کن. تبادل یعنی که رد و بدل کن یا که علیش کن، دیگرگون کن سؤال و جواب را مع زمیلک، همراهی زمیلت. زمیل یعنی که همدرست، که تو. زمیلک یعنی که همدرسی تو، همراهی همدرست. همراهی همدرست میگه چیکار کن؟ دیگرگون کن سوال جواب را. کما فی المثالین، چطوری که در 2 مثال میگه تو میبینی. اینجا مثال یکم که این صورت مرد است و در مثال دوم که صورت زن است. کما چطوری که فی المثالین در 2 مثال هست، مثال یک، مثالین 2 مثال. پس در این مثال مثال یکم میگه که هل انت پاکستانیون؟ میگه نعم انا پاکستانی. ببین در اینجا صورت هست، در پایانش پاکستان نوشتگی است. پس در اینجا باید چی بگوی؟ بگوی که هل انت پاکستانیون؟ آیا تو پاکستانی هستی؟ نعم، بله انا پاکستانیون، من پاکستانی هستم. یعنی که جواب میدی. در اینجا فقط یک پاکستانی است. در اینجا پاکستانیتون. پس زن باشه چه خیلی میپرسیم که آیا تو پاکستانی هستی؟ میگیم که هل انتی پاکستانیتون؟ نعم انا پاکستانیتون. آیا تو پاکستانی هستی؟ بله من پاکستانی هستم. پس میگوید این مشق یکمی از درس پنجم از کتاب العربی بین یدیک به همین طریق کار کرده میشود. مثلا در اینجا ترکیه نوشته است، پس باید بگویی که هل انت ترکیون؟ باید بنویسی که نعم انا ترکیون. در اینجا میتونید شما خودتون بنویسید و یا در دفتراتون بنویسید یا تکرار کنید بسیار تا اینکه این کلمه در ذهنتون بماند. ترکیتون در خطاب به زن، مصریون و مصریتون، سوریون و سوریتون که اینها را شما خودتون میتوانید که دیگر کار بکنید و تدریب بکنید و بنویسید تا اینکه خوب در ذهنتون بماند. میگذاریم به ورق دیگری، صفحه دیگری از کتاب العربی بین یدیک، صفحه 11. در صفحه 11 میگه الوحده الاولى
بخش یکم التحیت و تعارف، سلام کردن و شناسایی کردن. الدرس خامس، درس پنجم. التدریب و تدریب دوم است اینجا، یعنی که ما شما تدریب یکم را گرفتیم برای دیگرگون کردن سوال و جواب همراهی رفیق بود و در اینجا میگه هاتی جملا کما فی المثالی. هاتی یعنی که بیده یا بیار، جملا جمله را کما فی المثال چطوری که در مثال هست. در مثال چه خیلی که میبینی میگه با مثل انا همون چکار کن، جمله بیار. مثال چی است؟ یعنی که چطور است در مثال؟ هذا اخی هو مدرس. مثلا نگاه کنید اینجا اخ کردگی است، اینجا مدرس کردگی است. در زیر این صورت اخ مدرس. پس همین را میگوید همش همین خیلی بیار اخت مدرسه. مثلا یکمش کار کردگی است خودش، مثلا اخ میگوی که هذا اخی، مدرس میگوی که هو مدرسون. پس زن باشه چخیل میگوی این خواهر، میگوی هذه اختی. پس مدرسه را چخیل میگوی هی مدرستون، وای مدرسه است. پس همین خیلی خودتون کار بکنید دیگر صورت های باقی مونده که در این تدریب هست، یعنی که صدیق طبیب و صدیقتون طبیبتون، اخون مهندسون و اختون مهندستون و علامت ها و مردانه و زنانه بودنش شما خودتون آشکار کنید و بنویسید و در ذهنتون جای بدهید. بگذاریم بعد تدریبی سیوم در ورق در صفحه 11 تدریبی 3. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. میگه که رد و بدل کن، یعنی که علیش کن، دگرگون کن سؤال و جواب را همراه زمیلک، یعنی که رفیقت، زمیلت، همدرست. کما فی المثال چطوری که در مثال هست. در مثال چه خیلی که هست انمو طور میگه جا به جا بکن. المثال در مثال چی آمدگی است؟ مثال آمدگی است که من این انت، اصلا در اینجا آمدگی است انت زیر این صورت ده انت پاکستان، انت در اینجا خریطه پاکستان است. پس همین را چه خیلی کار باید بکنیم ما؟ میگه که انت را پس میگیم که من این انت، یعنی که از کجا هستی تو؟ مثلا پاکستان باید چی بگه؟ انا من پاکستان، انا من پاکستان. من این انت؟ انا من پاکستان. از کجا هستی تو؟ من از پاکستان هستم. و همینطور این صورت را کار میکنید و میبینید که در اینجا نوشتگی است که انتی، پس میگویی که من این انتی ترکیه، یعنی که انا من ترکیه. هو من این هو سوریا، یعنی که هو من سوریا. هي پس همین هر یک تشه هي مصرون، انتی پاکستانون. همینطور هر یک دیره چکار میکنید؟ شما خودتان کار میکنید و بسیار تکرار میکنید تا اینکه در یادتان خوب بماند و در ذهنتان بماند، تا اینکه بتوانید که این موضوع را با رفیق و دوستانتان صحبت کرده توانید. و هم میگذاریم به صفحه 12. صفحه 12 میگه الوحدت اولا، یعنی که بخش یکم. التحیت و تعارف، سلام کردن و شناسایی کردن. الدرس خامس، درس پنجم. التدریب یعنی که مشق. هاتی جملا کما فی المثال. هاتی جملا یعنی که بیار یا که بیده جمله کما فی المثال چطوری که در مثال است. در مثال مثلا میگه که المثال اسمی خالدون. در جنس است که خالد این مثال خالد. بعد همین چه کار میکنی؟ میگه اسمی خالدون، اسمی خالد، اسمی خالد، یعنی که نام من خالد هست. پس در اینجا چند صورت ها هست، مثلا خلیل و خدیجه و محمد و فاطمه، اینها را خودتون میگوید. مثلا اسمی خلیل، نام من خلیل است. همینطور اسمی خدیجه، نام من خدیجه است. اسمی محمد، نام من محمد است. اسمی فاطمه، نام من فاطمه است. خلاصا اینها را خودتون دیگر کار میکنید و خودتون بسیار تکرار میکنید برای حفظ شدنش. التدریب خامس، تدریب پنجم. تدریب پنجم میگه هاتی جملا کما فی المثال. بیار جمله را چطوری که در مثال است. مثال این هست، این ترکیه، خریطه ترکیه، میگه ترکیون ترکیه. پس میگویی که مثال ده جواب همین این طور است که انا ترکیون، انا من ترکیه، یعنی که من ترکی هستم، من از ترکیه هستم. من ترک هستم و من از ترکیه هستم. انا ترکیون یعنی که من ترک هستم. انا من ترکیه، من از ترکیه هستم. پس در این پایانش که میبینید در زیر میبینید سوریتون سوریا. پس این را خودتون کار میکنید. انا سوریتون، انا من سوریا. مصریتون مصر. پاکستانیون پاکستان.
ترکیتون ترکیا. پس اینها را موافق به مردانه و زنانه بودنش اهمیت داده خود شما این را کار میکنید. یعنی که انا مثلا مصریتون، انا من مصر، هر دوشم جایز و درست است، هر دوشم یک جواب است که جواب داده می شود. پس میگذاریم به صحیفه دیگری از این کتاب. در صحیفه دیگرش میگوید که الوحدة الاولی، یعنی که بخش یکم التحیت و التعارف، سلام کردن و شناسایی کردن، الدرس خامس، درس پنجم، ملخص التراکبی، یعنی که خلاصه ترکیب ها، خلاصه ترکیب ها. مثلا در اینجا میگوید انا، انت، هو. مثلا در هر یک تا همین کلمه را استفاده برده می شود. مثلا انا من، انت تو، هو وی، وی مرد، انت تو مردانه، انا من برای مرد و زن. لیکن طالبون برای مردانه هست. طالبون طالب، مدرسون مدرس، طبیبون طبیب، مصریون مصری از مصر، ترکیون ترکیه، سورین از سوریه. پس همین هر یک بگوی می شود. مثلا بگوی که انا طالبون، یعنی که انا مدرسون، انت طبیبون، انت مصریون، هو ترکیون، هو مصریون یا هو طالبون. هر کدام همین را در اینجا استفاده بری جایز و درست است و صحیح است. و میگذاریم به دوم، رقم دو. این رقم دو هست. میگه که انا، انتی، هیا، من، انتی، تو زنانه، اشاره به سوی زن، هیا وی، اشاره به سوی زن. پس در اینجا ما شما میبینیم که در رقم یک همش مردانه بود، مذکر بود. در رقم دو همش مؤنث شد. ببین انا طالبتون، طالبتون یعنی که زن باشد میگه طالبتون، مرد باشد میگه که طالبون. مدرستون، طبیبتون، مصریتون، ترکیتون، سوریتون، که اینها را کلمه را ما شما معنیش خواندیم، احتیاج دیگر به ترجمهش نیست، بلکه این را با دقت اهمیت دید. و میگذاریم به رقم 3. رقم 3 میگه من این، من این نه از کجا، از کجایی. انت تو، انتی تو، انت مردانه، انتی زنانه، هو وی، هی وی، مذکر و مؤنث. مذکر و مؤنث یعنی که مردانه و زنانه. من این انت میشه بگیم، من این انتی هم میشه بگیم، من این هو هم میشه بگیم، من این هی هم میشه بگیم، یعنی که همش جایز است، یعنی که صحیح است. و رقم 4 میگه انا، انت، انتی، هو، هی. انا من، انت تو، انتی تو زنانه، هو وی مرد، هی وی زن. پس همین انا من پاکستان، یا که مثلا انا من ترکیه، انا من مصر، انا من سوریه، یا مثلا انا من تاجیکستان. در جمع شد تاجیکستان ختم بنویسید، انا من تاجیکستان، من از تاجیکستان هستم. یا انت من تاجیکستان، یا که انتی من تاجیکستان، هو من تاجیکستان، هی من تاجیکستان، همش درست است و صحیح است. و میگذاریم بر رقم 5. در رقم 5 اینجا میگه هل، هل انت، انت تو مردانه گفتیم یعنی مذکر است. انت پاکستانیون، هل یعنی که استفهام است، طلبی فهمیدن هست. هل به تاجیکی معنیش آیا. هل انت، آیا تو پاکستانیون، یعنی که پاکستانی هستی. مرد اگر بپرسی میگوی که هل انت پاکستانیون، هل انت ترکیون، هل انت مصریون، هل انت سوریون. پس این 4 تاش مردانه بود. هل انت تا اینجا بود، یعنی که این علامتی مردانه بودن که بود، مذکر که بود، جوابش هم یعنی که مذکر هست، یعنی که پاکستانیون گفته بودیم که برای مرد است، اما پاکستانیتون برای زن است. پس در اینجا میگه هل انتی پاکستانیتون، هل انتی ترکیتون، هل انتی مصریتون، هل انتی سوریتون، که اینها دلالت به زنانه و مؤنث میکند، برای خاطر انتی آوردگی است. اگر که مرد بپرسیم میگیم که هل انت پاکستانیون، اما در جواب میشه ما تاجیکستان در این بالا جواب کنیم، بگیم که هل انت تاجیکیون، و در این پایان تاجیکستان جواب بکنیم بگیم که هل انتی تاجیکیتون. زن اگر بپرسیم میگیم هل انتی تاجیکیتون. و میگذاریم بر رقم 6. در رقم 6 میگه نعم انا، بله من. نعم معناش بله، انا معنیش من، مرد و زن انا میگوید یعنی که من. میگه که نعم انا پاکستانیون، ترکیون، مصریون، سوریون. پس این 4 تاش مردانه شد، مذکر. اگر مرد بگه میگه نعم انا پاکستانیون، ترکیون، مصریون، سوریون. در بالا تاجیکستان جا کنید که تاجیکیون. و اگر که زن باشه چی میگه؟ نعم انا پاکستانیتون، ترکیتون، مصریتون، سوریتون. در اینجا تاجیکستان خودتون جا کنید که تاجیکیتون، یعنی که زنی تاجیکی. پس این 6
تدریب، 6 مشقی بود از این درس. و میگذاریم به هفتم درس بگیم مشق هفتم. در مشق هفتم میگه که هذا این اشاره به سوی مرد است، هذه این اشاره به سوی زن است، هذا اخی این برادر من است، هذا صدیقی این دوست من است، رفیق من است. پس ببینید هذا مردانه که بود اخی آمد، یعنی که این برادر من است، هذا صدیقی دوست من است، این دوتاش مذکر است یعنی که مردانه. هذه اختی این خواهر من است، هذه صدیقتی این دوگانه من است، رفیقه من است. پس این دوتاش مردانه هست و این دوتاش زنانه هست و مؤنث است. و رقم 8 میگه اسمی، یعنی که نام من. اسمی معنیش چی است؟ نامی من. پس در این نام من میگه خالدون، خولتون، خلیلون، خدیجتون. هر مرد و زن میتونه بگه که اسمی یعنی که نام من خالد، خوله، خلیل، خدیجه. مثلا من میتونم بگم که اسمی محمد شریف، یا که شما میتونید که بگید که اسمی نام خودتون ذکر کنید، اسمی مثلا عبدالله، اسمی محمد، اسمی احمد، هر نامی که دارید میشود که نامتون ذکر. یا زنها هم باشد میتونید که نامشون بعد از این کلمه بیاره که اسمی یعنی که نام من، مثلا فاطمه، اسمی زینب، اسمی رقیه و نامهایی که زنها میگذارند میشود که نام اون را بعد از این کلمه بیارند. پس این بود درسی امروزه ما و شما از کتاب العربیه بین یدیک و در اینجا درس امروزه را به پایان میرسانیم و این ترتیبات را و این تدریبات را و این مشق ها را و این تمرین ها را بسیار بسیار کار بکنید و اهمیت و دقت بدید که بسیار مهم است. و از 3 درس گذشته شما چی فهمیدید؟ در اینجا خودتون می توانید که امتحان کنید و بدانید و بفهمید که آیا شما درس گذشته را فهمیدید یا نه. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. و درس امروزه را در اینجا به پایان می رسانیم. یک و یک شما را تا درس آینده به الله تبارک و تعالی می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.